شما رو به خدا اگر این رو ما صلاحیه معاشرتمون با مردم قرار بدیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی. دوستی نکن مگر با مؤمن، غذای تو را نخورد مگر انسان متقی. یعنی چی؟ دوست میگیری انسان مؤمن رو دوست بگیر. حداقلش این است که تو رو میبره به مسجد، تو رو میبره به راه درست، نصیحتت میکنه، تو رو از اشتباه از گناه باز میداره. ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی مهمان نکن در خانه خود مگر انسان متقی رو. انسان متقی رو وقتی در خونه خودت مهمان میکنی، چشمش به ناموس تو نیست، چشمش به مال تو نیست، چشمش به جان تو نیست، غیبتت رو نمیکنه، بهتان به تو نمیبنده، افتراه نمیبنده. پس اگر این رو ما عمل بکنیم بهش در زندگی عملی خودمون، در معاشرتمون با مردم، چقدر زندگی های ما راحت میشه، چقدر ما احساس آرامش میکنیم. امروز 99% مشکلات ما از امین است که ما با انسانهای بد سر و کار داریم، با انسانهای بد دوستیم، داریم گناه میکنیم، نمیگه به ما که داری گناه میکنی، امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه. انسان متقی ساکت نمیشینه، میگه نه خیر، اینجا اشتباه کردی، این کار تو غلط است، اصلاح کن خودتو. پس در همه امورمان الله رو در نظر بگیریم.